بسیار عالی. خیلی خوب. عرضم حضورتون که هفته گذشته خدمتتون عرض کردیم که به هر حال سریال جناب آقای مهران مدیری، یعنی به کارگردانی جناب آقای مهران مدیری، به نام اتاق عمل که برای شبکه 5 سیما قرار هست تولید بشه، شنبه کلید میخوره. این اتفاق افتاد و ما هم به هر حال به دعوت دوستان عزیزمون در سریال اتاق عمل رفتیم سر صحنه. به هر حال بخش‌های مختلف ضبط شد، کارهای مختلف آماده شد. البته گفتگو با جناب آقای مهران مدیری ما انشالله برای چند وقت دیگه گذاشتیم، گفتگوی مفصلی خواهیم داشت با ایشون و این گفتگو انشالله برای شما عزیزان پخش میشه در خصوص سریال اتاق عمل. اما کلید خورده سریال و بریم اولین تصاویر از کلید خوردن سریال اتاق عمل به کارگردانی جناب آقای مهران مدیری و تهیه کنندگی جناب آقای مهدوی رو ببینیم. برگردیم بیشتر در خصوص سریال با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. این بخش ببینید لطفاً. به نام زیبایی سلام عرض میکنم خدمت همه مردم عزیز کشورمون. الان خیلی خوشحالم که دوباره تونستم به سازمان برگردم و این مخاطب وسیع و دوباره ما داشته باشیم. امیدوارم کار خیلی خوبی بشه و در واقع آقای مهدوی عزیز به عنوان تهیه کننده این کار خیلی خوشحالم از این بابت که کنار هم هستیم و کار داره خیلی به خوبی پیش میره. اولین بار آقای محمودی مدیر محترم فیلم و سریال شبکه 5 این پیشنهاد همکاری رو دادن در واقع برای همکاری مجدد که منم خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفته و حالا بعد با در واقع گفتگوهایی که داشتیم با مدیر شبکه 5 و دوستان دیگر به این توافقات رسیدیم. این کار به نظرم نمیدونم الان نمیتونیم بگیم، ما بعد مردم ببینن و قضاوت کنن، اما به نظرم حس میکنم از همین الان حس میکنم از اون کارهای خیلی خیلی کمدی پر سر و صداست، به خاطر اینکه خب اصلا طرح اولی حالا نمیخوام لو بدم ولی حالا کم کم لو میره ولی از زبان من نباشه، ولی طرح اولیه خیلی طرح خوبیه، خیلی ایده خوبیه و فقط میتونم اینو بگم که مثلا حالا شاید نمیگم اصلا نمیگم هیچ نمیگم لو میره، ولی به نظرم طرح ایده خوبیه، بار کمدی خیلی خوبی داره. ای جانم دلمون برای آقای مدیری تنگ شده بود. به هر حال خیلی عالی که سریال کلید خورده. البته بیشتر دارن صحنه‌های بیرونی یعنی لوکیشن‌های خارجی ضبط میکنن و انشالله فکر میکنم چند روز دیگه برم برای لوکیشن‌های داخلی و کار دیگه به صورت